سلام عزیزان، وقتتون بخیر باشه. پروژه امروز من پرسونال پورتفولیو و همون پورتفولیوی شخصی من هستش که من محمد رستم نژاد هستم و اینجا هم میتونین لینک گیت هاب من و همون EDX رو تماشا کنین که با همین لینک هستش و من از شهر سنندج استان کردستان ایران هستم و امروز تاریخ 28 مهر 1404 هستش. بریم که سورس کد من رو ببینیم. توی این سورس کد یه بخش فرانت داریم که هنوز بخش بکندش رو نزدم و چیزی بود که من به عنوان پروژه نهایی و فاینال تحویل خدمت تیم خوب CS50X ایران دادم و اینجا میتونین سورس کد من رو ببینین، یه فایل ایندکس، استایلش و اسکریپت JSش که و همراه یک پوشه عکس هستش که عکس خودم هستش. بریم پروژه رو ببینیم. اینجا از فیچرهایی که من ساختم میتونین حالت لایت و دارک رو ببینین و این اسکرول زیبا که اینجا مشاهده میکنین و این باکس ها هاور زیبایی دارن. اینجا قسمت بلاک هستش که هنوز به شکل خام هستش و اینجا من لورم ایپسوم گذاشتم و قسمت نهایی و فوتر سایت که کاربر میتونه اینجا با من در ارتباط باشه و در آخر این سایت کاملا ریسپانسیو هستش. بریم که با هم ببینیم در حالت موبایل و حتی در حالت تبلت کاملا این سایت ریسپانسیو هستش. در حالت تبلت مشاهده میکنین. امیدوارم که لذت برده باشین و قابل قبول بوده باشه. خیلی ممنونم.